بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اومدیم با مانیتور سعادت مدل زاگرس. مانیتورهای سعادت دوستان عزیز سه تا کارت داره که واسه اسپیو2 یا همون سچوریشن مریض، برای کارت فشار هورمون و برای نوار قلب هستش. اتفاقی که میفته شما روی پارامترهایی که دارید میتونید پیج رو مدل پیج رو عوض کنید. وقتی میزنید روی پیج 6 مدل پیج دارید، شما میتونید به نسبت این مدل ها چیزهایی رو که میخواید بزرگتر و کوچیک‌تر کنید. قسمت بعدی ریکوردرمون هست یا فریز هست. شما وقتی که میخواید نوار قلب یا ارزم حضورتون که فشار خون یا ریت قلبی رو فریز کنید، روی اون گزینه میزنید و روی اون ناحیه فریز میشه و اون ناحیه رو فقط میتونید ببینید. اتفاق بعدی که بیفته برای فشار خون استارت و استاپش هستش، آلارم هاتون هست، ترند هستش و فشار خونتون لیست فشار خونی که فشار بدید برای شما طی 24 ساعتی گذشته فشار خونی که گرفتید رو کامل واسهتون میاره و با توجه به سلکتورتون میتونید تغییرش بدید و ازش خارج بشید یا گزینه‌ها رو پاکش کنید. برای اینکه ما بتونیم تغییراتی رو در روی مانیتورمون انجام بدیم، روی هوم منو وارد میشیم و از قسمت سیگما، ترند، آلارم، ستاپ، پتیرنت اینفورمیشن که واسه اطلاعات بیمار هستش و مدل ستاپ و فاکتورهای لازمه رو انتخاب کنید. به طور مثال ما سیگما رو میاریم. سیگما واسه چیه؟ واسه ریت قلبی هستش که طی 24 ساعت گذشته ریت قلبی که شما میخواید رو بهتون میده که معلوم بس نیست، به خاطر این نظر باشه. قسمت دومش ترند هستش. شما توی ترند میاد توی گزینه اول، لطفاً به جلوتر رو اینجا نشون بدید که دوستان که هستن. روی گزینه اول فشار خون‌ها رو میتونید به قسمت سلکتور تغییرش بدید. فشار خون، تنفس، بی بی سی، اس تی، اف ای و پالس ها رو یا اسپیو2 مریض رو میتونید کنترل کنید و نسبت به این بیاد روی اسکیل که نشون میده شما میتونید با سلکتورتون ساعتش رو دقیق بیارید و این زاویه رو تکون بده. اتفاقی که میفته نشون بده طی 1 الی 2 ساعت اخیر. یا از قسمت بعدی بزنید ساعت ها تغییر پیدا کنه، یا از قسمت این قسمت توسط سلکتورتون میتونید تغییرات رو طی ساعتی که روند رو جلو عقب میکنه کامل مشخص کنید. توی پتنت ارزم حضورتون که توی این قسمت پتنت اینفورمیشن اتفاقی که میفته، مریضی اومده هایپرتنشن یا مشکل قلبی داره، شما میخواید داروهایی که بهش بدید و ارزم حضورتون فشار خونش رو داشته باشید، ریت قلبیش رو داشته باشید، میاد روی قسمت نیو به اطلاعات مریض رو میزنید و ارزم حضورتون که کامل بهتون مینویسه که شما میخواید این کار انجام بدید یا نه. اگر نیاز داشته باشید بعضی جا مثلا سنی یا داروی اشتباه داده بودید، میتونید از قسمت ادیت کنید و پس رو ببرید. این یک توضیح کلی در رابطه با مانیتورهای سعادت بود که امیدوارم که مثبت ثمر باشه. مرسی که هستید.